سلام بر دوستان عزیز. نگاه کنید، یکی از دوستان نهال انبک کاشته، خیلی هم خرج کرده. متاسفانه نهالاش اینجوری شدن. نگاه کن، این نشونه اینه که یا آب یا خاک شوره، یا این که کود مرغ یا کود گوسفندی بهش دادن که اینجوری شده. متاسفانه طغیان کنه هم هست. یه انبه پیوندی هم خریدن از دوستان رودان. پیوندکش هم بالای، این زیر اینو حذف نکردن، این هم رشد کرده اینور و نهال کاملا در حال فوت هست. نگاه کنید این زمین نگاه کنید، شوره بعدم نگاه کنید این شوره، این آب انداخته با پای درخت و تشتک درست نکرده. این شده این نهال. این سم آدیوس هم زده، ولی چنان طغیان کنه زیاده چون داخل مرکبات این کنه ها زیادتر هستند. به هر حال ببینیم برای این نهالات چه میتونیم بکنیم.